یاد یه جوک افتادم. یه روز 2 نفر دیوونه تو تیمارستان بودن که یه شب به این نتیجه میرسن باید از اونجا فرار کنن و خودشونو به پشت بوم رسوندن. اونجا یه فاصله بین 2 تا ساختمون بود. از اون بالا سقف خونه‌های شهر آزادی رو میدیدن. اولی میپره روی ساختمون بغلی، اما چیزیش نمیشه. نفر دوم میترسه بیفته پایین. یه فکری به ذهن اولی میرسه و میگه هی من یه چراغ فوفه دارم، نورشو میندازم روی فاصله 2 تا ساختمون، اینجوری میتونی از روی اشعه نور رد بشی و بیای پیش من. ولی دومی میگه فکر کردی چی من یه دیوونه‌ام؟ وقتی به نیمه راه برسم اون وقت تو چراغ قوه رو خاموش میکنی. واقعا متاسفم.